گفتیم که در جای وزنین سنگینی که کار میکند، خب کشاورز باشد فرض کردیم در میدان، یا که کارمند دولتی اگر در اداره‌های خب درست اگر در سفر خدمتی میرود که مسافر هست، این مشکلی نیست، این در همون قاعده مسافر، در همون چارچوبه مسافر داخل است، اون میتواند که روزاش رو بخورد، مشکلی نیست. لیکن کاری ضرورت پیش میاد که در فرض کردیم نصف روز یا که اکثری روز رو در بیرون زیر آفتاب، یعنی زیر آفتاب کار رو باید انجام بدهد، استقبال مهمان باشد یا کدام کاری مشکل دشواری باشد، حالا باید حتمی در زیر آفتاب باشد. اون حالا میبیند که از گرسنگی و تشنگی اون آفتاب میزند این انسان رو به هلاکت یا که به بیماری مبتلا می شود. در اینجا درست است که به مانند همون کارهای وزنین و سنگینی که فتوا از قدیم فتوا دادگی هستند که حتی انسانهایی که نانپز هستند در نزد تنور که بس و گرمی سخت هست، حالا برای اون هم میبیند که یعنی هلاک شویش، بیمار شویش یا که بیهوش شویش. خب در این صورت یعنی اون اختیار داره که روزه رو بخورد، اما یک روزی همون خوردگیش رو یعنی چیکار کنه، قضا بداره.